شنیدی میگن کوانتوم کامپیوتینگ قرار زندگی آینده‌مون رو عوض کنه؟ ولی چطوری؟ همین الان زندگی ما بر اساس محاسبات کامپیوتریه و بیت، یعنی 0 و 1، ماشینایی که میان و میرن، زندگی که در جریان داره. ولی اگه یه کوچولو عمیق‌تر بشیم میبینیم که همه ذرات شروع میکنن به اینکه به طرز جدیدی رفتار کنن. به دنیای کوانتوم کامپیوتینگ خوش اومدید. ذرات دیگه 0 و 1 نیستن، میتونن به صورت همزمان هر دو مقدار رو داشته باشن و این یعنی محاسبات کامپیوتری غیر موازی. خلاصه برات بگم همه چیز بر اساس نظریه کوانتومه و میتونه یک انقلاب بزرگ ایجاد کنه که توی همه حوزه ها اثر میذاره: پزشکی، نجوم، فضانوردی و هر چیزی که فکرش رو بکنیم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه محاسبات خیلی خیلی سریعتر از چیزی که الان هست میتونه اتفاق بیفته و جهان آینده جوری میشه که حتی تصورش رو هم نمیتونیم بکنیم.